You're doing fine, Cash. Just fine. We're getting some great material here. Keep going. نمیدونم این بازی تا کی ادامه داره، ولی حس میکنم این یارو قرار نیستش که به همین راحتی ها بعد از اینکه این کار رو براش انجام دادم ولم کنه برم. حس خوبی بهش ندارم. فعلا که درگیرم با همین هود تا ببینم که چی میشه. یه نفر اینجاست. کین تو رو زمین کار اشتباهیه که میکنی. بچه از هیچ وقت روی زمین کار خرابی نکنید. میشه این اسلحه جدید داریم. بلک جک خوبه؟ چاقو هم داریم اینجا، ولی دوست دارم که فعلا از بلک جکمون استفاده کنم ببینم چیه. یه نفر بیاد پایین. یه نفر. خب از اول نفر. I don't blame you hiding, cause we're gonna stick you good. اون که آره. Shit, I could have sworn. Beautiful. You're warming up our audience nicely. خوبه کارایش. بعد چند نفر دیگه همون بالا باشن. یه نفر دیگه اینجاست. یه نزدیکتر. یه نزدیکتر. نه یه نزدیکتر. نه یا What is this, a marathon? Where the hell? Ah, forget it. Butcher him. دیگه کار تمومه. اینجا که کارمون تموم شد. You're gonna have to find something to bust that padlock. مثل اینکه باید یه چیزی پیدا کنم تا بتونم این در رو باش باز کنم. ولی من موندم بین این همه آدم توی دنیا. چرا باید من یه نفر رو این مرده پیدا کنه؟ نمیگم که کار سختیه کشتن اینا برای من، ولی واقعا حس جالبی نیست. اونو نگاه کن، یه چیزی دستشه، یه چیز بزرگ، یک چوب بیسبال بزرگ. باید سعی کنم که اول اونو از پا در بیارم. شاید هم اونجا یه سری افراد دیگه باشن و اینجا هم جای خوبی نیست که من بایستم. Okay, shitbag, I know it's you. Come on, stay sharp. یا نزدیکتر. با هم دیگه کار داریم نداریم. فکر کنم برمیگرده. ببینم باید مطمئن شم، چون اون چیزی که اون دستشه اصلا خوب نیست. You can't hide all night. We're gonna find you. He's hiding like a pussy. A little scaredy cat. بتونم بزنمش.
How are we supposed to find this bastard گفتم at night, huh? انتخاب اشتباه Oh, shit. Here's the cavalry. He's standing in the اصلا dark خوب over نیست این here. وضعیت. Reckons we can't see him. This place is a freaking shithole. Piss in his pants somewhere. I know you're around here somewhere, you rat bastard. کار تمومه. بعد کار تمومه. You're gonna turn the slash world on its head. اینم جایزمون ببینیم چی. خب خوبه ولی صدای زیادی به وجود میاره. اما حدس بزنم که باش بتونیم چیزای خوبی درست کنیم. کسی هست؟ یه نفر اینجاست. Hey, freak boy, stop cowering like a friggin' baby and show yourself. به به اثر هنری ولی باید سریعتر برم یکی الان میاد. Better cut and run because my friends will be here any moment. This guy ain't such a moron. He's picking us off. Guys, بالاخره یه آدم باهوش پیدا شد که بفهمه دارم همشون رو نفله میکنم. I know you can hear me. I know you're من here. اینجا اتفاقا. Nah, not a thing. This is some of the best snuff I've seen. خب نه ببین برای اینکه بخوایم کارو قشنگتر در بیاریم بعد اینجوری شه. به به نگاه کن چقدر قشنگ شد. دو بار دیگه هم میزنیم که مطمئن شیم مرده. خوبه دیگه بریم. اینجا رو نگاه کن. نظر میاد که یه بقایای انسانای دیگه است دیگه. اگه بخوایم منطقی فکر کنیم Use your eyes and ears before making a move. Don't do it, man. Don't do it. آره یه بار دیگه میتونی بلند شی ولی ای وای ای وای ای وای. eyeballed you, you piece of shit. کارت واقعا زشت. Crowbar. That would be ideal for آره دنبال همین بودم دقیقا. smashing a padlock, say. کارت خیلی زشت بود. خب اینم از چیزی که میخواستیم. منتهای مراتب فکر کنم که افراد بیشتری منتظر ما الان. خب آره 100% همینه. Morons over here. You can't hide forever, you moron. Well, skulking in the shadows like a hobo. Sort
friggin' believe it! فکر کنم اون دیگه آخرین نفری باشه که باید بکشیم و بعد از اینجا رد شیم. Gotcha now. It's him. I swear it's him. Scram while you can. بلند شو بلند شو بلند شو داداش بلند شو بلند شو. حالا شد. و فاینال تاچ. نکن 360 میزنیم یا اینجا بوم. به به عشق عشق عالی شد. بریم که از اینجا دیگه خلاص شیم. ببینم. آها به نظر میاد که اینجا خبراییه. البته این زیر یه خبراییه. آره خوبه. فکر کنم کار هودز تمام کرده باشیم. شاید این آخرین نفرشون باشه. ببینیم چی میشه. خب آره مثل اینکه درست حد زدم و ما باید با آخرین اعضا و البته آخرین عضو گروه هودز مبارزه This کنیم. is what I like to call a setup. This guy will fight dirty, but once you're through with him, I'll open the next door. قرار نبود اینجوری بشه. Just keep hitting the bastard. بیا جلو بیا جلو Why بیا hide a جلو. pretty face بیا like yours, اسطور. right? آها بلند شو. I never saw you, man. آره آره Just go. I never saw you. I tell you, I've seen some nasty bastards in my time, but you're a natural born بریم boy. برای آخرین ضربه. این چی بود؟ حساب کنید لحظه اینجوری کردم بعد یه لحظه دستشو آورد جلو. حرکت جدید بود این. ولش کن ولش کن. خب مثل اینکه ما اشتباه فکر میکردیم و هنوز هودز اعضای خودشو داره و بازم باید باشون درگیر بشیم. ببینیم که این دفعه چی میشه. این دفعه خوب نمیشه. Do it. همینه. به به. اصلا اثر هنریه. آدم میبینه لذت میبره. That was one killer خوبه. shot. این یکی قشنگتر بود و خوبتر. ولی نه همیشه باید اینو یادمون بمونه. کارای زشت. بیا اینجا بیا اینجا. بیا 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 بیا. حالا شد.
الان برابری. Okay, you got me. No need for nothing messy. نباید این کارو میکردی. کارت اشتباه بود. Making me drowsy. Need a strong cup of Joe. عجیبه که نمیاد بیرون. اسمم قایم شده. صداش که داره میاد. خودمون آماده میکنیم. قایم شده بود. بهش سلام میکنیم. برای قایم شده بود. نامردا همشونم بیسبال دستشونه. بلند شو بلند شو. تو نباید زیاد این کار انجام بدم. دیگه جون ندارم. بعد دنبال پین کیلر بگردم چون واقعا وضعیت خوبی ندارم. Messed up big this time. I see a dead man walking. I can't see him no more. Big for an alley cat. I lost him again. Hide all you want. We'll still be here waiting for you. This is getting old, man. Show yourself. گرفتمت عوضی. دقیقاً همینه. فکر کنم یه نفر دیگه مونده. Am I the only one who's pissed at this guy? Oh, what's the use? He got one of the Finnegan boys. So, she don't think I got it anymore, huh? Well, I'll show that bitch. You're stacking those corpses up like it was Judgment Day. نه بابا همشونو کشتن. خوبه. اینم از پینکیلر که میخواستم و دیگه فکر کنم که اینجا هم تونستیم به خوشی رد کنیم. اینجا رو نگاه کن. به نظر میاد که یه انباری یه جایی مثل انبار رو دیگه. آره دیگه. One little, two little, three little Indians. اینجا رو ببین. به نظر میاد که یه مش گدا یا آدم عادی رو اینطوری کرد. I spy with my little eye. البته چیز مهمی هم نیست. اونا اسم میگم کارشون با کاری که من دارم انجام میدم هیچ فرقی نمیکنه.
2 نفر دیگه مونده. بعدش دیگه میتونم از اینجا برم بیرون. خیلی نزدیک بود. Well, he ain't down here. Hey, I think he doubled back. Why do you chicken shits always want to hide, huh? خب مثل که تو محاسبات هم اصلا خوب عمل نکردم. اینا 3 نفرن. اصلا وضعیت خوبی نیست. I can smell you. I can hear you. Where are you? Right now, just a little something to take the edge off. ایوان ایوان. This is some of the best snuff I've seen. خوبه. الان شدن 2 تا. من اصلا اشتباه نمی کنم. معلومه. I'm gonna take my time and give you a chance to run. Come on, guys. Let's skin this shit sack. Oh, shit. Well, he's here somewhere, boys. Dad, I got him! Zed! I can get you out of here. You gotta trust me. نفر آخر. آره من حتما بهت اعتماد میکنم. بیا It's بیرون. him! It's definitely him! ببین رفیقاتو. 1 2 Shit, تا. this guy's a real Houdini. آره. Hey, we got the ایوان dog! ایوان. He's over here for sure! Come on, Cash. That's Get right, with the run, you program. pansy! You can't give these guys an inch. من حواسم هست. خبری نیست. اینو میخوام Where are ویژه you? بکشمش. You think you're ویژه. real clever, huh? Face it, wherever you're holed up, we're gonna get you. بیا. Erase the shithead. اینم از تو. بیا. همینو میخواستی؟ این رفیقات شدی دیگه. چه فرقی به حالت کرد دقیقا؟ هیچ فرقی به حالت نکرد. خب مثل این که بله تمام دیگه راحت شدم. میتونم برم. درسته فکر میکردم همه چیز تموم شده ولی خب اینطور نبود. در اصل تازه همه چیز شروع شده بود Get ready, boys. و He's coming. این میشه نقطه شروع داستان ما. اینکه چه اتفاقی برای من افتاد تو قسمت بعدی معلوم میشه و امیدوارم که قسمت بعدی هم پیدا کنید.